بسیاری از باورهایی که با خودت حمل می‌کنی اصلا متعلق به تو نیستن. باورهایی که فقط تو رو سنگین کردن. وقتی احساس می‌کنی توی جهنمی، شاید به این خاطره که بار کس دیگه ای رو داری با خودت حمل می‌کنی. پس از خودت بپرس، کدوم باورها با من، با آنچه هستم، می‌خواهم باشم، همراستا نیست؟ وقتی این باورهای ناخودآگاه رو به سطح آگاهی میاری، معمولا متوجه میشه که اصلا منطقی نیستن، بی اساسن، پوچن. و وقتی میبینی که اون باور فقط یه دروغ بوده، همونجا پایانش فرا میرسه. نه آغاز بی معنی بودن، بلکه پایان حضورش در زندگی تو. اما اگر هنوز به اون چنگ زدی، یعنی باور عمیق‌تر در پس اون نهفته است. باوری پنهان که به باور سطحی معنا میده. پس کندوکاو رو ادامه بده. تا اون لحظه‌ای که به اون باور بنیادی منفی برسی. و اون لحظه دگرگونیه. زیرا معمولاً در هسته تمام این باورها یک جمله نهفته است. من بی‌ارزشم.